سلام به همه همراه‌های خوبم. میدونید چی همیشه ذهن منو مشغول کرده؟ اینکه چرا بعضی آدم‌ها همه چیز دارن؟ خونه، ماشین، موقعیت اجتماعی، حتی عشق، ولی وقتی میپرسی خوشحالی؟ یه لبخند تلخ میزنن و میگن نه، نمیدونم چرا اما حس شادی ندارم. و از اون طرف دیدیم آدمایی که شاید از نظر ما هیچی نداشته باشن، اما وقتی باهاشون میشینی یه آرامش و انرژی عجیب بهت میدن. انگار شادی براشون یه انتخابه، نه یک نتیجه. اینجاست که روانشناسی وارد میشه و میگه شادی یک راز پنهون نیست، یه مهارته، میشه یادش گرفت. تو این ویدیو میخوایم با هم بریم سفری طولانی از لذت‌های زودگذر تا معناهای عمیق زندگی، از چیزهایی که لحظه‌ای خوشحالمون میکنه تا اون شادی واقعی و پایدار که انگار ریشه توی روح آدم میزنه. پس آماده باشید چون میخوایم به دنیای روانشناسی شادی و زندگی معنادار سفر کنیم. فصل اول، تفاوت شادی و لذت. خیلی از ما شادی رو با لذت اشتباه میگیریم. مثلا فکر میکنیم اگه یه لباس جدید بخرم، اگه مسافرت برم، اگه فلان گوشی رو داشته باشم دیگه خوشحال میشم. درسته، همون لحظه واقعا هیجان زده میشی، قلب تندتر میزنه، میخندی، حس خوبی داری، ولی چند روز بعد چی؟ اون لباس، اون گوشی، اون سفر دیگه مثل قبل هیجان انگیز نیست. اینجاست که روانشناسان میگن لذت با شادی فرق داره. لذت زودگذر مثل یک شعله کوچیکه، روشن میشه و زود هم خاموش میشه، اما شادی واقعی مثل یک آتیشه که کم کم گرماشو به کل زندگی پخش میکنه. مارتین سلیگمن، پدر روانشناسی مثبت‌گرا، میگه شادی 3 سطح داره. 1. لذت‌های زودگذر مثل غذا خوردن، خرید کردن، سرگرمی. 2. غرق شدن در تجربه، وقتی کاریو با تمام وجود انجام میدی، مثلا نقاشی، ورزش یا حتی یک گفتگوی عمیق. مورد 3. معنا، وقتی زندگیت رو وقف چیزی بزرگتر از خودت میکنی، مثلا وقف خانواده، عشق، خدمت یا حتی یک رسالت شخصی. یه بار با یه خانومی صحبت میکردم، میگفت من هر وقت ناراحت میشم میرم خرید، همون لحظه حالم خوب میشه ولی فرداش دوباره همون حس خالی بودن برمیگرده. در واقع خرید براش لذت بود، نه شادی. شادی که فرداش هم کنارش بمونه از یه جای دیگه میاد، از هدف، از ارتباط، از معنا. اگر بخوایم تو این موارد یه تمرین عملی داشته باشیم، بهتون میگم یه کاغذ بردارید و بنویسید 3 چیزی که فقط لحظه‌ای خوشحالتون میکنه و 3 چیزی که وقتی انجام میدید حتی بعدش هم حس رضایت دارید. این تمرین کم کم بهتون نشون میده فرق بین لذت و شادی پایدار کجاست. فصل دوم، ذهن و شادی. تا حالا براتون پیش اومده توی روزی که همه چیز خوبه، هوای عالی، لباس قشنگ، حتی یه خبر خوب هم گرفتید، اما باز توی ذهنتون یه صدای کوچیک بگه خب حالا چی؟ نکنه دوباره خراب شه؟ این همون ذهن ماست. ذهن آدم مثل یک عینکه، اگه شیشش تیره باشه حتی زیباترین مناظر هم کدر دیده میشه، ولی اگه تمیز باشه حتی یک گل کوچیک توی پیاده رو هم میتونه حالتو خوب کنه.
روانشناسا میگن بیشتر از 50% تجربه شادی ما به طرز فکر و تفسیر ذهنی بستگی داره. مثلا یکی میگه امروز بارونه، چه روز افتضاحی، و برعکسش یکی دیگه میگه امروز بارونه، چه فرصتی برای خوندن یک کتاب خوب. میبینید اتفاق یکیه اما برداشت ها متفاوته. شادی هم دقیقاً همینجاست، توی برداشت ما. ذهن ما گاهی مثل یک رادیوی قدیمی میمونه که مدام کانال‌های منفی رو پخش میکنه. تو موفق نمیشی، همیشه همه بهتر از تو هستن، اگه اشتباه کنی همه مسخرت میکنن. این فکرها خودکار میان چون سالها شرطی شدیم. از بچگی شنیدیم مواظب باش، حواست نیست، تو نمیتونی، و حالا ناخودآگاه ما این صداها رو پخش میکنه. اینجاست که درمان شناختی رفتاری یا CBT کمک میکنه. تو CBT یاد میگیری هر وقت یه فکر منفی اومد جلوش وایسی و از خودت بپرسی این فکر واقعیه یا فقط ترسه؟ مدرک محکمش چیه؟ آیا میشه جور دیگه ای نگاه کنم؟ مثلا فکر منفی شما اینه من شکست میخورم، اما اگه بازنگری کنی میگی من تجربه کافی ندارم اما میتونم یاد بگیرم. فقط همین تغییر کوچیک توی زاویه دیدتون میتونه حس حالتون رو عوض کنه. یه پسر دانشجو بود، همیشه میگفت من تو امتحانا افتضاحم، هیچ وقت نمره خوب نمیگیرم. وقتی باهاش کار کردیم دیدیم واقعیت اینه که چند بار سخت خونده ولی نتیجه نگرفته. بعدش هم باور کرده همیشه همینطوره. وقتی شروع کرد هر بار به جای افتضاحم بگه دارم روش جدید مطالعه پیدا میکنم، کم کم نمره هاش تغییر کرد. چرا؟ چون ذهنش دیگه در برابر تلاش قفل نکرده بود. یه تمرین عملی، 3 چیز خوب امروز رو بنویسید. امروز هر اتفاقی براتون افتاد شب قبل خواب توی یک برگه بنویسید، حتی اگه کوچیک باشه. یه لبخند از یه آدم غریبه، یا مثلا یه لیوان چای گرم، یا حتی یک پیام خوب از دوستی قدیمی. این تمرین مغزتون رو شرطی میکنه که به جای گیر کردن روی منفی ها دنبال مثبت ها بگرده. فصل 3، روابط و شادی. میدونید یه حقیقت جالب چیه؟ بزرگترین پژوهش طولانی مدت که توی تاریخ درباره شادی انجام شد نشون داد که مهمترین عامل خوشبختی ما نه پول، نه شهرت و نه موفقیت، بلکه کیفیت روابط انسانیه. پژوهش معروف هاروارد بیشتر از 70 سال زندگی صدها نفر رو دنبال کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. کسایی که روابط گرم و صمیمی داشتن با خانواده، دوستان یا حتی همکارا سالمتر و شادتر بودن. کسایی که تنها یا تو روابط سمی بودن حتی اگه پول و شهرت داشتن بیشتر دچار افسردگی و بیماری شدن. پس شادی یک راز بزرگ نداره، خیلی وقتا فقط توی آغوش یک رابطه خوبه. تفاوت رابطه سالم با رابطه سمی چیه؟ رابطه سالم این ویژگی ها رو داره: احترام دو طرفه، شنیدن بدون قضاوت، حس امنیت، این که میدونی حتی اگه اشتباه کنی طرفت کنارت میمونه. اما رابطه سمی چطور؟ پر از مقایسه، سرزنش و بی‌اعتمادیه. به جای انرژی گرفتن خالی میشی و دائم حس میکنی باید ثابت کنی که کافی هستی. یه خانوم میگفت شوهرم هیچ وقت بدرفتاری فیزیکی نداشت ولی
هر بار که میخواستم از موفقیتم بگم یه جوری کوچیکم میکرد. میگفت خب این که کاری نیست. سالها گذشت و اون خانوم دیگه باور کرد واقعا بی‌عرضه است. اینجاست که میفهمیم گاهی زخم کلمات خیلی عمیق‌تر از زخم‌های جسمیه. ما انسانیم، موجودی اجتماعی. مغز ما طوری ساخته شد که وقتی با کسی ارتباط صمیمی میگیریم هورمون اکسیتوسین آزاد میشه، همون هورمونی که حس آرامش، اعتماد و عشق میده. برای همین وقتی با یک دوست صمیمی میخندی یا وقتی کسی رو محکم بغل میکنی حس میکنی دنیا جای بهتریه. تمرین دایره روابط. یک کاغذ بردارید، وسطش اسم خودتون رو بنویسید و حالا دورتون 3 دایره بکشید. تو دایره اول آدم‌هایی که خیلی نزدیکن و حس امنیت میدن، اونا رو بنویسید. تو دایره دوم آدمایی که ارتباط دارید اما متوسطه. تو دایره سوم آدمایی که رابطتون باهاشون بیشتر استرس میده تا آرامش. حالا از خودتون بپرسید چطور میتونم با آدمای دایره اول بیشتر وقت بگذرونم؟ کدوم رابطه ها توی دایره سوم رو باید کم کنم یا مرزش رو مشخص کنم؟ شادی بیشتر از هر چیز توی ارتباطه. گاهی یه گفتگوی عمیق با یک دوست بیشتر از صدها ساعت تفریح مصنوعی حالتو خوب میکنه. پس اگه دنبال شادیی از خودت بپرس آخرین بار کی واقعاً با کسی ارتباط قلبی داشتم؟ فصل 4، معنا و هدف زندگی. تا حالا فکر کردی چرا بعضی آدم‌ها حتی با شرایط سخت هم خوشحال و آرام هستن؟ جوابش ساده است. اونا زندگیشون رو به چیزی بزرگتر از خودشون وصل کردن. ویکتور فرانکل، روانشناسی که خودش زندان نازی‌ها رو تجربه کرده بود، گفت انسان حتی در بدترین شرایط وقتی هدفی برای زندگی داره میتونه زنده بمونه و رشد کنه. یعنی حتی وقتی همه چیز از دست رفت، وقتی دلیلی برای ادامه داری امید و شادی پیدا میکنی. تفاوت معنا با موفقیت چیه؟ خیلی ها فکر میکنن موفقیت همون شادیه، ولی واقعیت اینه که موفقیت بدون معنا مثل یک جام پر از آب بی‌نمکه. ظاهر خوبه اما خالیه. مثلا ورزشکاری که سالها تمرین کرده و مدال گرفته ولی بعد از قهرمانی حس پوچی میکنه چون زندگیش فقط حول رسیدن به مدال بود، نه چیزی که براش معنی عمیق داشته باشه. یه مرد میان سال میگفت تمام زندگی کار کردم تا پول در بیارم. وقتی بازنشسته شدم فهمیدم هیچ چیز واقعی ندارم، نه دوست واقعی، نه حس رضایت. اما بعد از اینکه شروع کرد به کار داوطلبانه و کمک به بچه‌ها حس کرد زندگیش معنی پیدا کرده. شادی واقعی از همینجا شروع شد. تمرین نوشتن چرای شخصی من. مجدداً توی کاغذ بنویسید چرا صبح‌ها از خواب بیدار میشم؟ چی برام ارزشمنده که بخوام براش تلاش کنم؟ وقتی این هدف رو دنبال میکنم چه احساسی دارم؟ این تمرین ساده بهتون کمک میکنه بفهمید شادی واقعی از هدف و معنا میاد، نه از چیزهای زودگذر. وقتی زندگی با معنا پر میشه استرس کمتر میشه، انگیزه برای فعالیت روزانه بیشتره و حتی سلامت جسم هم بهتر میشه، چون وقتی میدونی چرا هستی حتی سختی ها هم قابل تحمل میشن. فصل 5، عادتهای شادی آور. تا حالا فکر کردی
بعضی آدم‌ها چرا همیشه حس خوبی دارن حتی وقتی اتفاقهای بد میفته؟ رازشون چیه؟ عادت‌هاشونه. نه پول، نه شهرت، نه موقعیت، بلکه عادت‌هایی که هر روز انجام میدن. یکی از قوی‌ترین عادت‌ها برای شادی مدیتیشن و ذهن آگاهیه. وقتی مدیتیشن میکنی، ذهن از فکرهای مزاحم آزاد میشه. حس آرامش و تمرکز بیشتر میشه. میتونی لحظه حال رو واقعا تجربه کنی، نه اینکه دائم تو گذشته یا آینده باشی. مثلا چند نفس عمیق بکش، روی صداهای اطراف تمرکز کن یا فقط حس لمس کف دستت روی میز رو درک کن. حتی اگر 5 دقیقه همین تمرین رو انجام بدید، تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. مورد بعدی ورزش و شادیه. ورزش فقط برای بدن نیست، مغز هم عاشقشه. ورزش باعث آزاد شدن هورمون‌های شادی مثل اندورفین میشه. حتی پیاده روی 20 دقیقه‌ای تو طبیعت حس و حالتو عوض میکنه. یه خانومی میگفت هر روز پیاده روی میره و وقتی خسته و مضطربه، بعد از این پیاده روی حس سبکی و شادی داره. این یعنی عادت‌های کوچیک میتونن معجزه کنن. و مورد آخر خواب و تغذیه است. بدون خواب کافی حتی خوشحال‌ترین انسان هم نمیتونه شادی واقعی رو تجربه کنه. حداقل 7 ساعت خواب با کیفیت برای مغز لازمه. و در آخر خوردن غذاهای سالم و متعادل هم انرژی و تمرکز میده. تمرین چالش 7 روز شکرگزاری. شبها قبل از خواب 3 چیزی رو که امروز ازش راضی بودی و بنویس، حتی اگه کوچیک باشه. مثلا یه لبخند از یک دوست، یه موفقیت کوچیک، مثلا تموم کردن یه کار ساده، یا یک لحظه آرامش یا لذت. این تمرین مغز رو شرطی میکنه که دنبال خوبی ها بگرده، نه بدی ها. مرد جوان میگفت من همیشه ناراحت بودم، هیچ چیز برام کافی نبود. وقتی شروع کرد به تمرین‌های روزانه شکرگزاری، ورزش و مدیتیشن، بعد چند هفته حس کرد زندگی دوباره شروع شده. شادی کوچیک کوچیک اما واقعی هر روز بیشتر میشد. فصل 6، موانع شادی. چرا گاهی با تمام تلاشات هنوز خوشحال نیستی؟ شادی مثل یک مسیر صاف نیست. یه سری مانع‌های ذهنی و رفتاری جلوی راهشو میگیرن. یکی از بزرگترین قاتل‌های شادی مقایسه با دیگرانه. وقتی دائم خودتو با کسی که موفق‌تر، پولدارتر یا خوشگل‌تره مقایسه می‌کنی، حس کمبود پیدا می‌کنی. شبکه‌های اجتماعی هم این حس رو تقویت می‌کنه. راه حلش چیه؟ تمرین کن به جای نگاه کردن به زندگی دیگران، به زندگی خودت و پیشرفتت نگاه کنی. کمالگرایی هم شادی رو نابود میکنه. انتظار داری همه چیز بی‌نقص باشه، پس هیچ وقت حس رضایت واقعی پیدا نمی‌کنی. آدم‌های کمالگرا بیشتر دچار اضطراب و افسردگی میشن. راه حل کمالگرایی چیه؟ اینکه بدونی لازم نیست عالی باشی تا خوشحال باشی. خوب بودن هم برای شروع و ادامه کافیه. فرار از حال و پرخوری احساسی. وقتی مشکلاتت رو نادیده میگیری و با غذا، خرید یا تلویزیون فرار میکنی، شادی واقعی رو تجربه نمیکنی. ذهن و بدن هنوز استرس دارن و حس تهی بودن باقی میمونه. راه حلش چیه؟ با تمرین‌های ساده مثل مدیتیشن و ورزش و نفس عمیق یاد بگیر با احساساتت روبرو بشی، نه اینکه فرار کنی. در آخر میخوام بدونید شادی مقصد نیست، یک مسیر روزانه است. با انتخاب‌های کوچیک، تمرین‌های ساده
و روابط صمیمی میتونی زندگی رو هر روز کمی روشن‌تر و شیرین‌تر کنی.